السلام علیکم، صبح بخیر دوستان. قصه به خاطرم رسید. معلم از شاگردان میپرسه بچه های خوب روی چی وقتی دو کس با هم ناگپی میشوند و دیگر داد میزنن. خش شاگردان وریانتای خود گفتن شاید از اصل ویرانی و غیره و هاکذا. و استاد گفت نه دوستا، وقتی که ما و دیگر داد میزنیم ما از هم دیگر هرچند نزدیک باشیم هم قلب ها دور میشن. همه به عاشقان نگرید وقتی آنها با هم دیگر نزدیک هستند پس سخن میکنن، حتی نگاه بسنده است. دوستا سلامت باشید. یا دیگر را حرمت